به یه داستان فوق‌العاده حماسی از انتقام، استراتژی و تولد اولین امپراتوری بزرگ ایرانی خوش اومدید. داستانی که بهمون نشون میده چطوری یه شاهزاده تونست از دل خاکستر شکست شعله یه پیروزی ابدی رو روشن کنه. همه چیز با این عدد شروع میشه. 28 سال درد، تحقیر و یه کابوس بی‌پایان. این فقط یه عدد نیست، یه عمره. عمری که زمینه ساز یکی از بزرگترین کامبک‌های تاریخ شد. این کابوس چی بود؟ اشغال سرزمین ماد به دست سکاها. فکرشو بکنید، دوران تاریک که سکاها هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن، باج می‌گرفتن و هر کسی رو که سرش رو بلند می‌کرد بی‌رحمانه سرکوب می‌کردن. اما تو تمام این سالها یه شاهزاده جوون به اسم هوخشتره فقط نظاره‌گر نبود. اون داشت تو سکوت همه چیز رو میدید، یاد می‌گرفت و یه نقشه بی‌نقص می‌چید. خب بیایم دقیق‌تر ببینیم تو این 28 سال چی گذشت. دورانی که به نظر می‌رسید هیچ امیدی نیست، اما هوخشتره داشت راهی رو پیدا می‌کرد که هیچکس حتی فکرش رو هم نمیتونست بکنه. ببینید، هوخشتره فقط یه شاهزاده جنگجو نبود، یه استراتژیست نابغه بود. اون شکست پدرش فرورتشیش رو با چشماش دیده بود و یه درس خیلی مهم گرفته بود. جنگ رو در رو با سوارکارای وحشی و سریع سکاها که استاد تیراندازی روی اسب بودن چیزی جز خودکشی نیست. اون فهمیده بود که برای پیروزی زور بازو کافی نیست، به یه نقشه هوشمندانه و البته بیرحمانه احتیاج داره. و اینجاست که نبوغ واقعی هوفختره رو می‌بینیم. اون تصمیم گرفت این اشغال طولانی رو نه تو میدان جنگ، بلکه توی مهمونی تموم کنه. یه نقشه زیرکانه و مرگبار که قرار بود تاریخ رو برای همیشه عوض کنه. نقشش یه شاهکار 4 مرحله‌ای بود. اول کاملاً به دوستی با سکاها تظاهر کرد. دوم، همه رهبران و فرمانده‌های ارشدشون رو به یه ضیافت خیلی بزرگ و مجلل دعوت کرد. سوم، اونقدر بهشون شراب داد تا کاملاً مست و از خود بیخود شدن. و مرحله چهارم، وقتی دشمن تو خواب عمیق بود، افراد وفادارش ریختن تو تالار و همه رو از دم تیغ گذروندن. این حرکت هوشمندانه و البته بیرحمانه دقیقاً مثل این بود که سر یه اژدها رو قطع کنی. با کشته شدن همه فرمانده‌ها، ارتش عظیم و بی‌نظم سکه‌ها یهو از هم پاشید. بقیه‌شون یا فرار کردن یا پراکنده شدن و به همین راحتی کابوس 28 ساله مادها تموم شد. اما خلاص شدن از دست سکاها تازه اول ماجرا بود. هوخشتره میدونست که برای مقابله با تهدید اصلی، یعنی امپراتوری غول‌پیکر و قدرتمند آشور، به یه ارتش کاملاً جدید و مدرن احتیاج داره. کاری که هوخشتره کرد یه انقلاب نظامی بود. اون ارتش قبیله‌ای و نامنظم مادها رو تبدیل کرد به یه نیروی حرفه‌ای و کشنده. ارتش رو به یگانه‌های تخصصی تقسیم کرد: کماندارها، نیزه‌دارها و سوار نظام. هر کدوم با فرماندهی و آموزش‌های مخصوص خودشون. با این کار ارتش ماد یهو تبدیل شد به یکی از قوی‌ترین ارتش‌های خاور نزدیک. حالا که ارتش آماده بود، هوخشتره نگاهش رو دوخت به هدف نهایی، به بزرگترین آرزوی خودش و پدرانش، گرفتن انتقام از آشور و نابودی کامل این امپراتوری ظالم. اینجا هوخشتره یه شاهکار دیپلماتیک هم انجام داد. اون با نابوپولاسار پادشاه بابل متحد شد. میدونید هر دوتاشون کینه عمیقی از آشوری‌ها به دل داشتن. آشور با ظلم و ستمش برای خودش دشمن زیاد تراشیده بود و حالا این دو دشمن قسم خورده برای یه هدف مشترک با هم متحد شدن. و حالا میرسیم به نقطه اوج داستان، لحظه‌ای که این اتحاد قدرتمند یه امپراتوری 1000 ساله رو به زانو درآورد. سال 612 قبل از میلاد. تصور کنید ارتش‌های متحد ماد و بابل به دروازه‌های نینوا، پایتخت باشکوه آشور رسیدن. نینوا اون زمان بزرگترین و مستحکمترین شهر دنیا بود، نماد قدرت مطلق آشوریا. بعد از یه محاصره طولانی و یه جنگ خونین و نفسگیر، اون شهر تسخیرناپذیر بالاخره سقوط کرد. نینوا فقط فتح نشد، با خاک یکسان شد. ماها و بابلی‌ها با تمام خشمی که سالها توی سینه‌هاشون جمع شده بود، شهر رو جوری ویران کردند که اسم امپراتوری قدرتمند آشور برای همیشه از صفحه روزگار پاک شد. این پیروزی بزرگ نقشه خاور نزدیک رو کاملاً تغییر داد. مادها و بابلی‌ها سرزمین‌های پهناور آشور رو بین خودشون تقسیم کردند. مادها کنترل شمال و غرب ایران، بخش‌هایی از ترکیه امروزی و شمال بین‌النهرین رو به دست گرفتن. و این همون لحظه‌ایه که مادها رسما تبدیل شدن به اولین امپراتوری قدرتمند ایران. میراث دیاکو بنیانگذار ماد بالاخره به ثمر نشست و برای اولین بار قدرت ایران در صحنه جهانی به نمایش گذاشته شد. اما خب میدونید که تو تاریخ مرزهای جدید همیشه رقبای جدید هم به همراه میارن. امپراتوری ماد به دنیا اومد، اما چه قدرت دیگه‌ای تو همسایگیش داشت جون میگرفت که خیلی زود اون رو به چالش کشید. توی قسمت بعدی میریم سراغ داستان شگفت‌انگیز نبرد هوخشتره با پادشاهی لیدی. اگه از این روایت حماسی لذت بردید، لطفاً با لایک هاتون به ما انرژی بدید و حتما اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه قسمت بعدی فردا آپلود شد، اولین نفر باشید که باخبر میشید. خیلی ممنون که همراهمون بودید. تا داستان بعدی، تاریخ یارتون.